میدونی چرا خودروهای BMW قبل از کار افتادن با چراغای جلوی خودشون چشمک میزنن؟ انگار که بخوان با صاحبشون برای آخرین بار خداحافظی کنن. این ویژگی فقط در BMW مشاهده شده و فرقی نمیکنه که خودرو قدیمی باشه یا جدید. اما چرا این اتفاق فقط در BMW رخ میده؟ چرا در برندهای دیگه مثل آودی یا مرسدس این اتفاق نمیفته؟ با اینکه BMW ظاهر تهاجمی و خشنی داره، اما ظاهرا از درون بسیار حساس و شکننده است. این خودرو مقدار زیادی داده از طریق حسگرهاش جمع‌آوری میکنه که توسط باتری نصب شده در صندوق عقب پشتیبانی میشه. اما باتری‌های آودی و مرسدس زیر کاپوت جلو قرار دارن و در صورت تصادف یا آتش سوزی فوراً از کار میافتند، برخلاف BMW. حتی وقتی BMW پس از تصادف شدید در آتش میسوزه، باتری صندوق عقب هنوز هم سیستم الکتریکی خودرو رو پشتیبانی میکنه و خودرو فرصت پیدا میکنه تا با صاحبش به صورت نمادین خداحافظی کنه و برای آخرین بار با چراغ‌های جلو بهش چشمک بزنه.